پس اهمیت و جایگاه علم در اسلام بی نهایت زیاد است. فرض است بر زن و مرد مسلمان. تمامی کشورهای پیشرفته را که شما میبینید همه‌اش توسط دانشمندا و علما و اینها جور شده، توسط زن و مرد دانشمند. نه که علم تنها به مردا باشه، علم بر زن و مرد فرض است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به صراحت به ما و شما میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسان است؟ کلا، هرگز یکسان نیست. کسی که میداند به تقوا میرسه، به پرهیزگاری میرسه، به کامیابی میرسه، به سعادت میرسه. کسی که نمیداند به طرف بدبختی روان هست، به طرف هلاکت روان میشه. کسی که نداند علم را. پس برای زن و مرد مسلمان علم فرض است، نه مباح، نه یک امور بسیار بیارزش. مدیر زن باشه، معلم زن باشه. بهترین معلم برای زنها خود زن هست. ارزش و جایگاه علم بسیار مهم است، بسیار ضروری است و ننگ بیجا، غیرت بیجای افغانی را دور بندازیم. در راه علم و دانش، در راه ترقی کشور همه ما سهم داشته باشیم. کشورها کامیاب و سربلند نمیشن، با موفقیت پیروزی نمیرسن تا که دانشمند نداشته باشند. ما در همه امورات زندگی خود تلاش میکنیم، اما در فهم علم دانش اصلا زحمت نمیکشیم، مشکلات را نمیبینیم، سختی ها را نمیبینیم، در حالی که اسلام ما و شما را در اولین بحثش به خواندن تشویق میکنه، به خواندن امر میکنه. اقرأ، بخوان، یعنی بخوانید. یعنی نگفته که بخورید، خواب کنید، جنگ کنید، بزن یکی دیگر را بکشید، مال یکی دیگر را بخورید. نه، اقرأ، بخوانید. برای زن و مرد، تنها برای مردها مختص نیست. ما میتونیم در امور طب، در امور در هر امور میتونیم خواهرای ما و شما تحصیل بکنن، علم دانشان بالا بره تا که فرزندان سالم در جامعه تقدیم